در این ویدیو میخوام بگم که الگوم کی هسته بچه‌ها. توجه کنین، میخوام بگم که الگوی من کی هسته و طبق روش کی میخوام پیش برم. خب سلام دوستان، حالتون چطوره؟ من متین کارما هستم و خوش اومدین به این ویدیو. بچه‌ها میخوایم بهتون گفتم همون اول ببینیم در آخر ویدیو هم بهتون میگم من الگوم کی هسته، میخوام در روش کی برم. شما حتما در کامنت ها بهم بگین. خب این متین تی ام ایکسه. آره داشت بچه‌ها، این متین تی ام ایکسه. گیم پلیشو ببینیم. چی برنواری میشه یه چی؟ نه یه فیلم نیست. بنازم هیرو صفر. به همین تازگی ها فیس کمشو گذاشته بچه ها، فیسشو نشون داده. بچه ها سابسکرایب کنید، لایک هم بزنید، عشق من این زنگوله هم حتما فعال کنید. خب این متین تی ام ایکس بود. خب این دیوکوه. گیم پلیشو اینم ببینیم. بچه متین تی ام ایکس هم بازیش عالیه ها، خیلی خوبه بازیش. ببینیم دیوکو بازیش چطوریه. بنازم شادگان داشت. ما الان اینجا بودیم تیرامون باگ میخورد و ها بچه ها اینم پلیری که رفته بهش میگن امین اینفرنو. یکی اونجا چه مغزی داره این، چقدر اسکول بود، چه مغزی داره امین اینفرنو داداشم. نمتش بد شد. بنازم جی عالی. طبق گفته خودش میگه که بلک مارکت خونه منه و من هر روز اونجا میرم، کسی رم نمیذارم بیاد، که هر روز اونجا میپرم. من میگه خونه تونه هیچ وقت ول نکنید. بنازم 9 تا کیل اشمام مرد. بنازم اینم کسی که ببینه رفته سربازی. امید 6 یارش داره ریوایو میده، خیلی عمالی. میره اونور. 2 نفر یاروش مردن. فراری بزنین بنازم. 2 تایشونو زد پشمام. جی بنازم. شادگان داره بچه ها.
بنوزم. پره اونور نمیدونم چی فکری داره میکنه. خیلی مغز بازی دارن اینا داده بچه ها. چی شد؟ پره اونور دوباره. خب بچه ها میخوام بگم من الگوم کی هسته که میخوام به روش کی پیش برم و کی رو بیشتر از همه دوست دارم. بچه ها من همین اینفرنو رو دوست دارم و میخوام طبق روش اون پیش برم. خیلی قویه، خیلی هم من دوستش دارم. دمتون گرم، ویدیو نگاه کردین، لایک و ساب فراموش نشه.